چیه؟ نوشتی رضای پهلوی بچه مولوی. آقای محترم، ادبیات ایران ارزش داره. کی گفته رضا پهلوی بچه مولویه؟ کی گفته نیستش؟ کی میگه؟ شما میگی نیستش؟ نه، من میگم نیستش که به ادبیات ایران نباید توهین بشه. 400,000 سال تاریخ داره ادبیات ایران. معنی حرفو نمیفهمی؟ حتی یکی بیشتر میفهمم. کجا؟ چه نباید بنویسی. بچه مولوی مگه نیستش؟ بچه مولوی کی گفته؟ من میگم تو خیابون بیا مولوی به دنیا اومده، بچه همونجا هم هست. تو نمیخوای بفهمی؟ خب نمیفهمی. اونی که نمیفهمه تویی. خب آره من نمیفهمم. تو که میفهمی چرا همچین غلطی میکنی؟ غلطو میکنی. برو متی که گفت برو گم شو. خودت گم شو. بی شخصیت بی شخصیتی. تو بی شخصیتی که اومدی همه ایرادی. تو خودت رفت تا پای ایرادی. هیچ هم ایراد نیستیم. تو ایرادی. آخر آقا ادبیات ایران حق ندادید. این بچه مولویه. مولوی بزرگترین شاعر ایرانه. خر چرا نمیفهمی؟ احمق چرا نمیفهمی؟ بچه مولوی تو خیابون مولوی به دنیا اومده. همینطور باباشم تو سنگلش به دنیا اومده. احمق تویی که احمقی. تو اومدی منو عصبانی میکنی بکنم تو شکمت. غلط میکنی.